دهان نجات بخش در کیف با جستجوی جسد بنشان شده مقدس ناصرعلی و دانشجوی 18 ساله از ترکمنستان ادامه می‌دهند. طبق فرضیه پیشکی این جوان دختر بنابر مشکلاتش در دانشگاه خود را از بالای پل به دریا انداخت. در دادستانی تصدیق کردند که مقدس ناصرعلی و 30 ینور بعد برآمدن از دانشگاه به مترو سوار شده است و این را کامراهای نظارتی ثبت کردند. بعد این او خود را به دریای دنیپر پرداخته است. ما تمام چقوری ها را از نظر گذرانیدیم ولی متاسفانه چیزی را پیدا نکردیم. دیروز در نزدیکی جای فاجعه از دریا بارخلطه مقدس را پیدا نمودند. خانواده او باور دارند که دختر را در دانشگاه که آنجا در فاکولته دندان پزشکی تحصیل میکرد به خودکشی رساندند. مهلت ویزای مقدس به آخر رسیده بود و او غیر قانونی در کشور قرار داشت. اما با این همه این دانشجو در درس‌ها شرکت کرده امتحان‌هایش را می‌سپارید. ماجرا در دانشگاه در پی مراجعت این جوان دختر به صدارت آغاز شد که می‌خواست برای تمدید ویزای دانشجویی‌اش زیر سندی ضروری امضا گذارند. او از اتاق با چشمان گریه آلود و با ورق عریضه پاره شده بیرون آمد. معاون دکان حتی عریضه را نخوانده گفته است که چیزی را امضا نخواهد کرد. پیوندان مقدس از ترکمنستان به کیف آمدند ولی نمیخواهند با روزنامه‌نگاران ملاقات کنند. معاون دکان دانشگاه تاتیانا تیمخینا نیز از صحبت در این موضوع خودداری نمود. روز دوشنبه تیمخینا را از وظیفه برکنار کردند. در دانشگاه گفتند که به تفتیش داخلی آغاز نمودند. با این دانشجو آخرین بار 30 ینور صحبت کردند. بعد از ظهر او با دکانت مراجعت کرد و معاون دکان برایش گفت که او را نه برای تحصیل و نسپردن پول خواندن بلکه به خاطر نقص مقررات بود و باش از دانشگاه اخراج کردند. وکیل مدافع ناصرعلی وفا میگوید والدین درباره مشکلات ویزای مقدس خبر داشتند. آنها با او حتی توصیه دادند که برای مدت به ترکمنستان برگردد و دوباره ویزا گرفته تحصیلش را ادامه دهد. در دادستانی کیف نقش دانشگاه در خودکشی مقدس را تفتیش دارند. تاکنون 5 کارمند دانشگاه بازپرسی شدند. در چارچوب تفتیش توسودی همچنین نزدیکان و دوستان مقدس نیز بازپرسی می شوند تا اینکه درباره او و حیات شخصیش معلومات بیشتر به دست آید. ما وجود مشکلات شخصی او را نیز صرف نظر نمی کنیم. ولی پیوندان مقدس فرضیت درباره عشق ناکام را رد می کنند. یگان قصه عشقی نبود. جوان دختر برای تحصیل آمد. او شرقی است و عشقبازی خاصی او نیست. طور آمده بود باید همین گونه برمیگشت. در عکس حال نمیتواند عائله برپا کند.